شامتان خوش. شامتان خوش. شام خوش با نوید جه راست. نه نبی شش الا شام خوش وطندار. Every day. all the time. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان و سلام و هزاران سلام تقدیم شما دوستان عزیز و علاقه‌مندان برنامه شام خوش. شام مقبول قشنگتون بخیر. باز هم من بجهش در برنامه شام خوش با شما هستم و شماره تماس برنامه ما 0707 935 935 0101 دری 15 دری 15 است و شما میتونید نمیل از در برنامه تماس بگیرین ساعت 6 و 11 دقیقه به وقت افغانستان کابل. و برنامه شما خوش. امروز موضوع برنامه ما صدقه دادن است، صدقه کردن، که صدقه کردن یک کار نیک است و هر مسلمان باید تسهیل انجام بده. کسی که داره نظر به تواناییش به غریب بیچاره صدقه میته و ای میگه صدقه رد و بلاست، که ما و شما یک مثل داریم. ما کوشش کنیم که به غریب و بیچاره کمک کنیم و صدقه خدا، صدقه که میگن صدقه رقم صدقه جاری است که ما و شما میتونیم مسجد اعمار کنیم، میتونیم که یک چای آب در یک مسجد مصرف کنیم. این صدقه جاری است و صدقه که برای ما و شما میتونیم به غریب بیچاره میتونیم و همچنین صدقه است که در مال ما و شما نوشته میشه، یعنی مونیکی است. 0707 935 935 شماره تماس برنامه است و میریم سراغ تماس و هم بشنویم از اولین شنونده ما، ببینیم که اولین شنونده کی و از کجا تماس میگیره. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. در بدترین روزها امیدوار باش. در بدترین روزها امیدوار باش که همیشه از زیباترین باران از سیاه‌ترین ابر میبارد. سلام نوید جان، شام زیبایت بخیر. علیکم السلام. مسعود آریا، بسیار خوش آمدی برادر عزیز. اولین تماس از خودت برقرار شد، به شکت میگم حتما منتظر برنامه بودی. اولا من منتظر می باشم. برنامه تو خیلی زیبا و خوشایند است و اولین تماس باید از نباشه. سلامت باشی. مسعود جان روز چطور گذشتوندی؟ روز خیلی خوب بود، پنجشنبه بود، آخر هفته بود، کمی خستگان می باشه اما خوشبختانه خوب گذشت و خیلی عالی است. تو خدا کنه خوب گذشته باشه. سلامت باشی. اما تو از ما مثل خودت برای خوب گذشت. خوب بر شکر. ما دفتر بودم. خب مسعود جان آریا، بسیار خودت خوش آمدید. میگم موضوع برنامه ما صدقه دادن است، صدقه کردن، صدقه دادن است. اگر میتون دقیقاً موضوع خیلی خوب صدقه کردن و صدقه دادن بر هر مسلمان کار نیک است، کار خوب است. خیلی یک ثواب بزرگ است. انسان باید به زندگیش صدقه باید بده، صدقه جان، صدقه مال، صدقه کار، هر چیزی که در زندگیش می باشه باید صدقهش را به فقیرا و فقرا، برای مسکینا، کسایی که فقیر است، مسکین است، چیزی نداره، باید بر از اونها عطا بکنه. خداوندم راضی می باشه و بندهشم راضی می باشه، یا در زندگی کامیاب و موفق می باشه. بله بسیار عالی. خب مسعود، خودت همیشه از این معما حراس داری، از جستان از معما، اما تو راست یا نه؟ راست میگی. حالا ما باز از خودت یک معما پرسان میکنم. دیگه ناگزیر بگو که اگه جواب دادیم خب میگه نه. میگه چیست آن که پا دارد اما راه نمی رود؟ خب پا دارد راه نمیره؟ بله. پا دارد راه نمی رود. درخت نیست. نه درخت دیگه پا نداره. پای درختت کجا شده؟ خب امریکایی تا گفتم. نگفتی که از این معما میترسیدم، از این معما از ما پرسان میکنه. نه نشد، نفهمیدم. خب خیر، میریم طرف سوالای 4 جوابه. بریم. خوب است؟ بریم بخیر. قلعه رودخانه در کدام استان قرار دارد؟ مازندران، گیلان، گلستان، اردبیل. قلعه رودخانه دوم گزینه گیلان. بله دوم گزینه درست است. سلامت باشی. تشکر مسعود، سلامت باشی، زنده باشی. این مقصد مگر در سوالای 4 جواب باز خوب هستی؟ دو یک ذره خوب هستم. میتونی سلام به دوستای تقدیم کنیم مسعود؟ بخیر باشید. تشکر، خیلی سپاس از شما. یک سلام به سوگند جان، شادق پرند، زهرا جان و همه اجزایی که شنوای برنامه شما هست. شام خوب، شب خوب و خوش داشته باشید نبی جان. سلامت باشی. خدا من نگهدارت. خداحافظ. خداحافظ. 0707 935 935 شماره تماس برنامه و باز هم میریم سراغ تماس و میشنیم از شنونده ما. بله سلام علیکم.
بله تمام خوب است. حتما شام شما بخیر. سلامت باشی، زنده باشی، از شما هم بخیر باشه. با کی هم کلام هستم؟ از کجا تماس گرفتین؟ سلامت نباشه که شما در برنامه تان نماز شاد خورم کهکشان از خانه پدرجان. شادخت خورم کهکشان حرم. حرم؟ بله شادخت حرم. بله. بسیار خوش آمدید خواهر عزیز به برنامه و موضوع برنامه ما صدقه دادن است. میخوایم که نظر خودتان بشنوم و بعدا میریم طرف سوالای 4 جوابه. شما خوش باشین دیگه. صدقه دادن چیز خوب است. چرا گفتن صدقه را بلاست میگه زکات جاریه است که باید آدم بده سرای آدم فرض است که داشته باشه باید صدقه بده. بله و معمایی که پرسان میکنم میگه آن چیست که پا دارد اما راه نمیرود؟ آسان نیست. بله؟ آسان. آسان نه، خیر نیست. پا دارد اما راه نمیرود. نفهمیدمی از زمان که سخت مشکل بود؟ بله. به نظرم تو آسان است که هیچ پرسان نکن. نه میگم موتر باشه تا خود انسان نبره خودش نمیره. گودی میره؟ گودی؟ بله. نه خیر نشد. نشد. میریم طرف سوالای 4 جوابه. خوب است؟ اوکی درست است. باش که سوال 4 جوابام از خودت پرسان کنم که ساده باشه. کاغذ برای نخستین بار در کجا ساخته شد؟ در چین یا هندوستان؟ چین؟ بله. مگر اید نموندی که یک گزینه‌هایشان بگیم نام خدای رو یاد داشتی؟ بله. یک دردگار پرسان نمیتونید؟ پرسان میکنم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت به اسلام را نامه دعوت به اسلام را برای کدام پادشاه ایران فرستاد؟ شاپور اول، خسرو پرویز، انوشیروان. شاپور اول. نه خیلی گزینه درست نبود. گزینه دو. خسرو پرویز. بله خسرو پرویز درست است. گزینه دوم که انتخاب کردین درست بود. تشکر خواهر عزیز، سلامت باشی، زنده باشی. تشکر از شما. میگه سلام تقدیم میکنم به مسعود جان آریا و سلطان جان و میرویس جان و تمام شنونده‌های عزیز که در بقیه شب شما را خوش کنید. سلامت باشی. خدا نگهدار. خداحافظ. 077 شماره تماس برنامه است. برنامه شام خوش ادامه داره و شما میتونید که تماس بگیرین. اگر میخواین که کامنت بانین میتونین به صفحه فیسبوک اوریان اف ام برین و زیر پست برنامه شام خوش کامنت های مقبول قشنگتون هم بگذارین و من کامنت های شما رو در برنامه به خوانش میگیرم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم السلام برادر، خوب هستین؟ سلامت، حالتون خوبه؟ سلامت باشی، زنده باشی. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ علی رستمی هستم از بامیان تماس گرفتم. حبیب هاشمیه؟ علی رستمی. چی؟ علی رستمی. علی رستمی از بامیان. بله. رستمی عزیز بسیار خوش آمدین به برنامه. تشکر. حتما نمونید. سلام می‌دارم خدمت شما و همکاران محترم. سلامت باشی، زنده باشی. رستمی عزیز موضوع برنامه صدقه دادن است. میتونین که نظرتون بدین. صدقه دادن بسیار کار خوبی است و معامله با خداوند است. کسی که با خداوند معامله میکنه هیچ وقت ضرر نمیکنه. دریا بله. معمایی که ازتان پرسان کردم جواب گفتم میتونین میگن چیست که پا دارد اما پارو نیست. آن چیز که پا دارد اما راه نمیرود. پارو نیست. پارو؟ پارو چی است؟ پارو است. یک چیز بگوین که به معما یک ربط داشته باشه دیگه. پا دارد، پای داره اما راه رفته نمیتونه. میتونه کرم باشه یا کرم؟ کرم خرا میره تو میگرده کل جایی که تا دل ما نباشه. چی نباشه؟ ما خرا میره پا نباشه. خب بریم طرف سوالای 4 جوابه. کوچکترین کشور اروپا کدام است؟ آلبانیا، واتیکا، اتریش، آستونی. یک بار دیگه. کوچکترین کشور اروپا کدام است؟ آلبانی، واتیکا، اتریش، آستونی.
کنم گزینه دوم باشه. گزینه دوم بله بله. واتیکان؟ بله بله. واتیکان. بله جواب شما درست است، واتیکان است. تشکر، سلامت باشی، زنده باشی، اوقاتتون خوش، خداوند نگهدار باشه. خداحافظ. صفر 77 935 935 شماره تماس برنامه است و میریم سراغ تماس و ببینیم که باز هم کدام عزیز از کجا تماسشان برقرار میشه. بله سلام علیکم. بله تشکر، سلامت باشید، دم شما بخیر باشه. با کدام خوش کلام هم کلام هستم؟ سلامت باشید، سلامت باشید، سلامت باشید که شنونده برنامه تنستن. خدا کنه که هرچند خوشحال آرام سلامت سلامت باشن. روز گلشنبه را بخیر و خوبی سپری کرده باشید و ایندم و جمعه شبتان بخیر. شب میشم میگم بخیر باشه. سلامت باشید، زنده باشید. نامتون از کجا تماس گرفتین؟ سلامت باشید، زنده باشید. سوگند هستم. سوگند؟ بله. سوگند بسیار خوش آمدین با برنامه. باور کنید صدایتان بسیار برام متوسطه. خب شما بلندگوی ادر است که مشکل در موبایل شماست؟ به خاطر که آواز نه مشکل در مقصد عزیز که مشکل در موبایلتون به خاطر از این گفتم که آنتن نمیته موبایلتون آواز قطع می بر ما آواز شما قطع می اما مشکل است. خب موضوع برای ما صدقه کردن است، صدقه دادن است، میتونین نظرتون بتین. خب صدقه کردن خیلی کار خوب است. وقتی صدقه میکنی که دلت راحت میشه و صدقه هم بعد براست. پس خیلی خوب است که ما صدقه کنیم و همیشه به فکر این باشیم که با دیگران کمک کنیم. بله بسیار یک گپ عالی. و معمایی که پرسان کردم میگه اون چیز میز چوکی. میز چوکی؟ میز یا چوکی؟ چیست آن که پا دارد اما راه نمیرود؟ کدامش است، میز یا چوکی؟ یکیش بگو. چوکی؟ چوکی نیست، میز است. میز است، اونم مادر جانم میگه میز. بله. مادر جانم یک تا سلام میگه مادر گفت میز است. علیکم السلام، سلام مرام برشان بگوین، وسیله شوین شما. بیا که بریم طرف سوالای 4 جوابه. اوکی بریم. قرآن کریم در مدت چند سال تکمیل شد؟ 18 سال، 13 سال، 10 سال، 23 سال؟ 23 سال. 23 سال. بله. قرآن کریم در مدت 23 سال تکمیل شد. تشکر، سوگن از یک برنامه تماس گرفتید. اوقاتان خوش. سلام بله؟ سلام تقدیم کردم میتونم؟ اما تاجل کوتاگک که اوکی. سلام تقدیم میکنم به لطفان آریا، به لیویس جان، به فرزانه جان، سلام به حرم جان. سلامت باشید. تشکر، زنده باشید. خداوند نگهدار. خداحافظ. بله سلام علیکم. بله 077 935 شماره تماس برنامه است. برنامه شام خوش و ساعت 6:23 شما میتونید در برنامه تماس بگیرین. موضوع برنامه صدقه دادن است و همچنین در پولی از این ما معما داریم و سوالای 4 جوابه داریم. 0 درین 15 درین 15 و اگر میخواید کامنت بانین میتونید با صفحه فیسبوک اوریان اف ام برین و زیر پست برنامه شام خوش کامنت های مقبول قشنگتون بگذارین. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم السلام، خوب هستین؟ آوازتون بسیار پخش است. بله هستین؟ بله میشنوین؟ بله خب تماس برادر ما قطع شد. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چی حال دارین برادر عزیز، خوب هستین؟ دم شامتون بخیر. ما خوب هستی؟ بخیر باشین. کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ مراقبم از اسکندر با تماس. نور آقا جان از قندهار، بسیار خوش آمدین. چی مصروفیت دارین نور آقا؟ بله. چی مصروفیت دارین؟ بله. مصروف چی کارا هستین نور آقا؟ خب تماس نور آقا قطع شد. 077 935 935 شماره تماس برنامه است. میگه اون چیست که همیشه دنبالت میآید و هر کاری که میکنی را از تو تقلید میکند. بگو که چی است؟
یا معمایی است که از شما پرسان میشه. کسی که جوابش گفته میتونه میلازه تماس بگیره. چیست آن که همیشه به دنبالت میآید و هر کاری که میکنی تقلید میکند؟ 0101 در 15 در 15 شماره تماس برنامه. موضوع برنامه ما صدقه کردن، صدقه دادن است. میتونین امیل از در برنامه تماس بگیرین و در برنامه و همچنان میتونین شما کامنت بانین در با فیسبوک اورین اف ام برین و زیر پست برنامه شام خوش کامنت های مقبول قشنگتون بگذارین. ما کامنت های شما را به خوانش میگیریم. شامتان خوش. شامتان خوش. شام خوش. با نوید جهه باز نبی. 6 الا 7 شام خوش وطن دار. Every day. All the time. بله. سلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستین؟ شکر شما خوب هستین؟ سلامت هستین؟ زنده باشین. با کی هم کلام هستم؟ از کجا تماس گرفتین؟ علی رضا هستم از ولایت قندهار. علی رضا جان از ولایت زیبای قندهار خوش آمدین برادر عزیز. تشکر. سلامت باشید. علی رضا مصرف چی کار هستی؟ خودم متعلم هستم. معتلم هستی؟ بله. بسیار عالی. صنف چند هستی علی رضا جان؟ 12. صنف 12. بسیار عالی. خب علی رضا موضوع برنامه ما صدقه دادن است. میتونی نظرت بگویی؟ خب صدقه دادن سنت پیغمبر ما باید صدقه خوب است. ما باید صدقه ورکوده ورنه که مستحق باشه. بله برای آدمی که مستحق باشه آدم صدقه بده بسیار یک کار نیک، یک کار خوب است. بله. هم ثواب در دنیا و هم در آخرت. بله. خب میگه یک معماست، میگه آن چیست که همیشه به دنبالت میآید، تعقیبت میکنه و هر کاری که میکنی و هم انجام میده. سایه نیست؟ سایه؟ بله. سایه. خب ما خمیر سایه میگیریم ببینیم که بازیگرات چی رو انتخاب میکنن. درست. بریم طرف سوالای 4 جوابه. بله. کدام کشور یک قومی است یا تک قومی است؟ ترکیه، ایران، ژاپن، سوریه؟ ژاپن. بله. کشور ژاپن تک قومی است. تشکر برادر عزیز. سلامت باشی، زنده باشی، اوقاتت خوش. خداوند نگهدارت. تشکر. سلامت باشی. خداحافظ. خداحافظ. ساعت 6:27 و میریم سراغ تماس‌های دوستا. 077 شماره تماس برنامه است و موضوع برنامه تمام شد. فقط شما تماس که میگیرین فقط ما از شما معما و سوالای 4 جوابه پرسان میکنیم. موضوع برنامه نیم ساعت اول بود و نیم ساعت دوم معما و چستان است. میریم سراغ تماس. بله سلام علیکم. علیکم السلام. چی حال داری؟ خوب هستی؟ بخیر باشی. تو خوب هستی؟ زنده باشی. با کی هم کلام هستم؟ نامتون از کجا تماس گرفتین؟ عبدالقوی از مکران 4. اوه قوی جان چی حال داری؟ خوب هستی جان جور؟ بخیر باشی. تو اوه خوب بچه هستی؟ هر روز که تیر میشه تو قوی تر شدم میری. چرا؟ خب قوی شدم میری، من ضعیف شدم میرم. نه خدا نکنه. تو از ما کده کم نیستی. این دایی خو شک نیست، من خب بیاز قوی هستم خو یعنی بازم تو قوی تر شدم میری. یعنی به این صورت که من تمرین میکنم. تو تمرین میکنی یا ولی ما تمرین نمیکنم چند روز. خب یک روز تمرین کنیم و کتر میشه منده میشه نه. والا دیگه میایم یک روز تمرین میکنم. خب من تو دیر شد که ما تمرین نکردیم. خب تو سازه چه میکردی؟ ما کانفو، تکواندو، پالوانی، بوکس، جیدو، کراته و دیگه چی بادی بلدری. خیلی استاد هستی؟ هیچ ازار چی میگنش؟ ازار کسبه بیروزی که میگن مرا میگن. نه. ازار کسبه یادارم امون بیروزی. خب بس دیگه بازم تبریکت مبارک باشه. سلامت بود. به خودت مبارک باشه. بخیر باشی. خب میگم معماست ازت پرسان میکنم. فهمیدی؟ بله. چیست آن که میشود چونید اما نمیتوان دید و لمس کرد؟ چی؟ چیست آن چیست که آن چیست که میشود چونید اما نمیتوان دید و لمس کرد؟ شونیده میشه؟ فهمیدی؟ دیده نمیشه و لمس کرده نمیشه. خب چی بگیم دیگه؟ اولا بسیار سخت است.
چیست آن که می شود شنید اما نمی توان دید و لمس کرد؟ هرچی که کوشش کنم ولی نشد. کلیم نمیاد. اید کلیت در جنجال نپرتم، میریم طرف سوالای 4 جوابه. دیگه چی؟ درست است؟ بریم. خب بزرگترین اقیانوس جهان کدام است؟ بگو دیگه. خود 4 جوابه که دیگه. 4 جوابه کنم؟ آه. منجمد شمالی، هند، آرام، اطلس. آرام. خب شوخک یادم داشت ایناقی سر ما 4 جوابه کدیره. خب خب بازم گفتم باشه مطمئن شم. نه نام خدا تو لایق هستی، مطمئن هستی از این اول من میفهم. ما بر خود دیگه 4 جوابه نمیگم، فقط 1 جوابه میگم. خب به خاطر که نام خدا لایق هستی تو. سلامت باشین. قوی عزیز، اوقاتت خوش، خداوند نگهدارت باشه. خداحافظ. همچنین الله خدافظ. خداحافظ. 077 شماره تماس برنامه است و میریم به طرف تماس بعدی. بله سلام علیکم. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با کی هم کلام هستم؟ از کجا تماس گرفتین؟ حمیدالله موقتی از ولایت ننگرهار هستم. حمیدالله موقتی؟ حمیدالله جان موقتی بسیار خوش آمدین از ولایت زیبای ننگرهار. از کدام ولسوالی؟ از ولسوالی بیسود. بیسود. او والا چه خوب، یک جای تاریخی هم رفتی؟ همونجا خوب جای هم است. بهترین جای زیبا. یگان چکر آمده بودم طرف بیسود. خیلی بیایید بالای چشما. آمده بودم، یک چکر آمده بودم. خب بازم اگر آمدم باز اولت میگیرم. پس بیا دیگه بیا. حالا چی است؟ وقت چی است در بیسود؟ والا وقت نارنج است. اوه خوب نارنج هم است. این نارنج زمان. خب برادر عزیز، معماست. میگه چیست آن که می شود شنید اما نمی توان دید و لمس کرد؟ بیا بگوش. آن چیست که شنیده میتونیم اما نمیتونیم ببینیمش و لمس کنیم. دیده نمیشه و لمس کردن نمیشه. آن چیست که شنیده می شود، دیده نمی شود و لمس کرده نمی شود و لمس هم نمی شود، دست زدم نمیشه. جنیات. هلو مرا ترساندی به خدا. او بچه ای گپا رو نظر کمیال ما در استودیو تنها هستم، مال می ترسان باز. سایز صبر دیگه طرف جار جواب بریم طرف سوالای 4 جوابه. خب قلعه اورست در کدام کشور است؟ مغولستان، نیپال، بنگلادش، بوتان. بوتان؟ او بچه درس ها رو خوانده بودی به خیالم تو؟ نه ما درس نشوندیم، یک بگو نه. خیلی چطور جواب فهمیدی؟ خیلی یک برابر نزدیم. مگر بوتان نیست؟ خب قلعه اورست در کدام شهر است؟ مغولستان، نیپال، بنگلادش، بوتان نبود. بنگلادش. برو اوقاتکت خوش، خداوند نگهدارت باشه. الله امتحان خداوند نگهدار باش. خداحافظ. 077 بنگلادش هم نبود. میریم سراغ تماس و میشنیم از شنونده بعدی ما. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. لالای کردم دم شما بخیر. علیکم السلام. دم شما شما بخیر باشه. با کی هم کلام هستم؟ از کجا تماس گرفتین؟ شکر و سلامت. سمیر سیرت هستم از گرد زیبا. سمیر سیرت، بسیار خوش آمدین برادر عزیز. شکر میکنم، خوش باشین. چی مصروفیت داری سمیر جان؟ شکر دیگه تو مصروفیت خاصی ندارم دیگه. میرم دیگه بیکار. بله تو وقتم شد کردم خود در برنامه بودی که باش صدای در طریق گوشی خود بشنوم. سلامت باشی. تو وقتم شده باشه که از بیکاری بیکار نشده باشی. ها؟ والا گاهی وقت میشه. نگفتی که بسیار شده. طبعا دیگه. خب یکم معما را از خودت پرسان کنم. آن چیز که شنیده میشه، دیده نمیشه و لمس نمیشه. چطور؟ آن چیز که شنیده میشه، دیده نمیشه و لمس نمیشه. با مدرسه یک بار دیگه تکرار کن. آن چیز که شنیده میشه، دیده نمیشه و لمس نمیشه یا دست زده نمیشه. صدا نیست؟ صدا؟ بله. صدا؟
بله. او بیشک والا بیشک به خدا. و بچه تو چقدر لایق هستی؟ چطور فهمیدی؟ خب دیگه نه هست یا نه؟ هست از خودش هست. خب صحیح دیگه. چطور خوش شدی که برای جوابت درست گفتم من؟ طبعا کدام خوش میشه دیگه. خب قربان علی میگه خوش نباش. چرا؟ میگه به خاطر که نیست. نه؟ نه. خب دیگه. نامت چی گفتی؟ سمیر سیرت. چه خوب یک تخلص مقبول داری. خوبش هست نه؟ خوبش است خوبش است. شکر لطفا. بریم طرف سوالای 4 جواب است امیر. بفرمایید. قلعه اورست در کدام کشور است؟ مغولستان، نیپال، بنگلادش، بوتان. قلعه چی؟ اورست. خب هم جوابای یک بار دیگه بگو. مغولستان، نیپال، بنگلادش، بوتان. همین جواب اول شاید درست باشه. مغولستان؟ بله. مغولستان نیست. دیگرش که تو یک بار تکرار کن. آخرین جوابت بگو. مغولستان، بنگلادش، بوتان، نیپال. نیپال صحیح. نیپال؟ بله. نیپال جواب درست است. نیپال است بله. شکر میکنم. سلامت باشید. تشکر. اوقات خوش. خدا نگهدار. شکر میکنم. دیگه سلام تقدیم میکنم به تمام شنوندگان دیگه. وقت خوش. بای. خداوند نگهدار. خداحافظ. 077 935 935 شماره تماس برنامه است و میریم سراغ تماس. بله سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستین؟ من بخیر. زنده باشین. تشکر. شما خوب هستین؟ دم شامتون بخیر. با کی هم کلام هستم؟ از کجا تماس گرفتین؟ تشکر. سلامت باشین. دم شامتون بخیر. مهناز هستم از تخار زیبا مطلق کلام هم سلام. مهناز جان بسیار خوش آمدید خواهر عزیز به برنامه. تشکر. خوش باشین. مهناز میگه که آن چیست که شنیده میشه، دیده نمیشه و لمس نمیشه. استادونی؟ صدا؟ بله. صدا رو پیشتر که گفت نبود. نفس کشیدن نیست؟ چی؟ نفس کشیدن. نفس کشیدن نه؟ بله. نه خیر این نفس کشیدن نیست. باز من داخل میگم چی است. درست است؟ میریم طرف سوالای 4 جوابه. فرمایید. بیا کمی سوال از خودتان پرسان کنم. کدام یک از شخصیت های زیر در شاهنامه پدر رستم بوده است؟ افراسیاب، زال، سام، تهمورس. کدام یک از شخصیت های زیر در شاهنامه پدر رستم بوده است؟ افراسیاب، زال، سام، تهمورس. افراسیاب نیست؟ افراسیاب نه خیر نه. افراسیاب که بود دشمنش بود. گزینه چهارم سام. نه خیر گزینه درست نبود. تشکر از اینکه به برنامه تماس گرفتی. سلامت باشی. خداوند نگهدارت باشه. خداحافظ. برنامه شما خوش است و یک سلام مجدد به عزیزان ما که جدیداً با ما یک جا شدن و یک سلام به دوستای ما که در محتوای خود رانندگی میکنن و دوستای ما که مهمان هستن برشان مهمانی خوش آرزو میکنم و به عزیزان ما که میزبانی میکنه حوصله‌مندی بسیار زیاد. برنامه شما خوش ادامه داره تا ساعت 7 با شما هستم و شماره تماس برنامه 077 935 935 است. میریم سراغ تماس و میشنیم از شنونده ما ببینیم کی هستن. بله سلام علیکم. به لحظه بی تو بودن سلام میکنم. به سینه هم دل است بنام میکنم. تمام میشود فاصله ها بی تو پس با لحظه با تو بودن سلام میکنم. سلام نبی جان. خوب هستین؟ صحتمند؟ شما بخیر. تشکر. سلامت باشی. زنده باشی. دم شما هم بخیر باشه. حتما دیگه مجتبی مشعل برند کابل ها؟ بله دقیقاً برند کابل. شما نازنین از کابل به زحمت ساختیم. شام مقبول رومانتیک شما بخیر. سلام خدمت همه شنونده های صدای ما شنونده است. هم دوستایی که در کابل و 34 ولایت هستن. خدا خدا کجای باشن تیک تاک حتما روح رحمت باشن. سلامت باشی. زنده باشی. خب مجتبی مشعل میگه آن چیز که شنیده میشه، دیده نمیشه و لمس نمیشه. برادر گلم صوت است که نام دیگه است که دوستای دیگه هم که گفت صداست.
اینا شنیده میشه، اما لمس و گپای دیگه نمیشه. جوابش درستش صوت است. صوت؟ صوت یا صدا، بله، دویش یک است. خب باز من داخل میگم که جواب کی درست بود. خب تشکر مجتبی عزیز. میریم طرف سوالای 4 جوابه. بفرمایید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای چند اصل است؟ 120 اصل، 150 اصل، 177 اصل، 167 اصل. والا در ایران دیگر اختراف نداشتم. این تاریخ است. تاریخ است. 120 اصل انتخاب میکنم. 120. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای چند اصل است؟ خودت 120 انتخاب کردی. 120 درست نیست. یک گزینه دیگر 150، 177، 167. 177. بله 177 درست است. تشکر. و باید بر دوستا یک گزینه دیگر هم بگویم که افغانستان ما و شما دارای 12 فصل است و 162 ماده داره قانون اساسی ما و شما. بسیار زیاد تشکر. بازم که تماس ما وصل کردین. سلام دارم خدمت هارون جان، راسی جان، قیس جان، صفی‌الله خالانیایی. دیگه تمام دوستایی که مشام آریانا را شنونده هستن، حق باشن، آرام باشن. دیگه have a nice time. بای بای. خداوند نگهدار. خداحافظ. شامتان خوش. شامتان خوش. شام خوش. با نوید جهه راست نبی. شش الا شام خوش وطندار. Every day. All the time. 077 935 شماره تماس برنامه است و باز هم یک تماس جواب میگیم. بله سلام علیکم. سلام نبیل آلاجور. چی حال داری؟ خوب هستی؟ صدمن جان جور؟ شکر زنده باش. محبت الله محبت. بله بله محبت الله. چرا قایسته گپ میزنی؟ محبت الله یک ذره بلندتر صحبت کن. بله یک ذره بلند گپ بزن. گفتم امروز آوازکت پخش است. لگ جیک اوغه گه ولی ناروغ نیه. ناروغ نیه رو جان خفای مسال خیلی خیلی داره کرده. ناروغ معلوم ایجه. نه رو جان دتا غگ دست رازی چه ناروغیه. نه رو جان. خواه شکر که خوب هستی. شکر که خوب هستی. محبت لای محبت. بله امی چستان خود جواب گفته میتونی؟ چیست آن که دیدن میشه؟ چیست آن که دیده نمیشود، شنیده میشود و لمس نمیشود؟ این برادرها جواب صدا غگ است. غگ است؟ صدا میتونی صدا نمیشه. خودت هم صدا میگیه؟ بله. باز آخر پشیمان نشی که اگر نبود. ما فکر سوچ نکردیم برد. خب محبت لای محبت. میریم طرف سوالای 4 جوابه. فوتبال مدرن از کدام کشور سرچشمه گرفت؟ برزیل، ارژانتین، انگلستان، هلند. ارژانتین برد. ارژانتین؟ بله. یک سوچ کو؟ صحیح نیست؟ نه گزینه اول انتخاب. گزینه اول که انتخاب میکنی گزینه اول برزیل است و یا هم درست نبود. دیر من از پیغام خلاص بلرم ورون فاندو در دیر که ما رجل برین اشاره بتوبانه. زمان بابا از ما یک در مخامخ بیان الان ما که در ورون فاندو نه ما تقاضا داشت گنج می‌کنم ما ورونه فاندی بس دواگانه و توی دواگانه که دیگه تو ساعتی بابای ما در حالت ما دعا کنه. خب خداوند شفای عاجل نصیبش بگردونه. همه دست بالا میکنه میگم خداوند بخیر صحتیاب بسازش. درین اشاره بر شفا میگم نور ولایتونه میگم که بس ما که دواگانه و توی دونه که خوان دواگانه تو خواستم محکمانه. تشکر. سلامت باشید. خداوند مهربان است.
077 935 935 شماره تماس برنامه است و باز هم میریم سراغ تماس و میشنیم از شنونده بعدی ما، ببینیم که باز هم با کی هم کلام شدن میتونیم. بله سلام علیکم. بله سلام موجود دکتر اسما. علیکم السلام. دنیا سلامت باشید. میتونم تو اسما باش سلام به شما سلام کارت سلام به تمام عزیزان تو کیفن. سلامت باشین. مصطفی محمدی. بله بله دیگه کار میشگیش ماسون دیگه امید که جو استقبال. بخیر باشین مصطفی محمدی، بسیار خوش آمدی به برنامه. و مصطفی همون معما خودتون جواب گفتن میتونی، میگه آن چیست که شنیده میشود دیده و لمس نمیشود. مصطفی محمدی هستی یا رفتی؟ خب مصطفی بخیالم که دیگه جای مصروف شد. بله سلام علیکم. سلام علیکم جور هستید؟ بخیر باشی. چی حال داری زاوش صاحب؟ خوب هستین؟ خیرت؟ نوی سلامت. سلام خدمت نکردم تمام از دوش نمینده. سلامت باشین، زنده باشین. زاوش صاحب روزش تو گذشتاندین؟ شکر است. حالا خودم روز بیچار سر حال بودم. خوش شکر. خود اما تو خوش، خداوند همیشه شما رو تو سر حال داشته باشه. همراه شما دوستا. سلامت باشین. از قاری صاحب جان آقا چی اول سگان تماس میگیری یا نمیگیره؟ امروز زنگ زدم گفتم تو خیرات کنی مرا چیکار داری میگی که با مردم گپ زدم میگم. آزارش میدینه؟ ما تو خیلی میخری و گفتم نگو تلفن خطا که ما نان خوردستم. خیلی ما گفتم میگی نان میخرم من که من دائم در خیرات باشم. نگو قاری صاحب بازار نتی دیگه اوره. میمونی گفته نه بابا میمونی هر خیرات ده. قاری صاحب کس که همیشه هفته 3 روز 4 روز کس در میمانی و در خیراتی گپا میباشه دیگه. اما تو کاملا مگر هر قدر که میخوره هیچ وزن نمیگیره. اما تو لاغر کس هست. حالا 25 کیلو شده و قبل 30 کیلو بود. همون گپ است. خب زاوش صاحب میگه آن چیست که شنیده میشود دیده نمیشود و لمس نمیشود. مرگ؟ بله. زاوش صاحب مرگ گفتی ها؟ بله. خب باز من آخر میگم که جواب درست است یا نه؟ خالی نمیگین؟ خب قدر میگم که نیست. نه شنیدم میشه دیده نمیشه لمس میشه نه؟ لمس نمیشه. لمس نمیشه. خب فکر نیست؟ فکر کردن؟ نه خیر نبود. خب بریم طرف سوالای 4 جوابه. درست است؟ معلومات فوتبالیتون چطور است؟ دیگه قدر نمیاد. بفرمایید. مگه فوتبال مدرن از کدام کشور سرچشمه گرفته است؟ برزیل، آرژانتین، انگلستان، هلند. دوم؟ بله. آرژانتین. نه آرژانتین نیست. برزیل، انگلستان، هلند. یکی درست است. خب گزینه اول برزیل. تشکر زاوش صاحب. نه خیر نبود. خود نبود. باش ما بر تک پتایم بگو یک فکایی بگو. کدام تیاره دولت بود نگه اما مردم دار و التجا میکردن یک کسی خندیده رایی بود. تو بیادر چرا این تیاره در چی حالت دست خندیده رایی؟ تو بیادر تیاره قد پدرم برای من میراثی نمونده بانه که نفت ترجمه میره برده. هر جایی که میره بره؟ بله کاملا. تشکر. سلامت باشین. یک دقیقه خنده مم دادی. سلامت باشین نبی جان. تشکر زاوش. بگو زاوش صاحب. نشرات اجور که بیادر ما دوستای وفادار باید نگین نشرات شما اینجا نیست. در پلخمریز یا بغلان؟ نه خود رستاق ولایت تخار و رسوالی رستاق. در تخار خود مرکز جور است اما در ولسوالی مرکز جور است ولی اونجا ما رفته بودم اونجا جور است اینجا خراب است. ما بازم میگم ولسوالی رستاق ها؟ نه جانا. تشکر. سلامت باشی. خدا با نگهدار. خداحافظ. 077 شماره تماس برنامه و باز هم میریم سراغ تماس ببینیم که باز هم با کی هم کلام شدم میتونیم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ شکر الحمدلله جور باش. با کی هم کلام هستم؟ از کجا تماس گرفتین؟ سید اکبر اوان و از ولایت هرات. سید اکبر از ولایت هرات. بله. آقا صاحب چی مصروفیت داری؟ خودم استاد هستیم. استاد چی؟ مکتب درس میدی؟ نه استاد دیگر نمی.
جشکاری. پچکاری؟ نفهمیدم استاد. جشکاری. خب جوشکاری. خودت ولدنکار هستی؟ دیگه. بشک ولدنکاری خوب کسب است. همه تو نیست؟ بله. خب آقا صاحب میگن چیست که شنیدن می شود، دیدن هم می شود و لمس نمی شود؟ همه چیز نیست. باد. چی؟ باد. باد؟ هوا یا باد شمال؟ من اینجا یادداشت گرفتم. میریم طرف سوالای 4 جوابه. امی سر صدا را که مگذره کم کن. ای چی است؟ آقا صاحب؟ بله همیشم. مو سر صدا را یک ذره کم کن که سر صدا زیاد شد. خب تماس آقا صاحبم قطع شد. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله سلام نبی جان. علیکم السلام. چی حال داری؟ خوب هستی؟ تشکر. شما خوب هستین؟ دوستان سلام خوب هستین؟ همگی خوبه. شامتان بخیر باشه. شام شما هم بخیر. با کی هم کلام هستم؟ از کجا تماس گرفتین؟ الهه حیدری هستم از کندهار. الهه جان حیدری. خواهر عزیز بسیار خوش آمدین با برنامه. تشکر. زنده باشین. خب خواهر عزیز میگه که آن چیز که شنیده میشه دیده نمیشه و لمس نمیشه. آزان نه؟ آزان؟ بله. الهه حیدری آزان گفت. باز من میگم که داخل چی است. درست است؟ بریم طرف سوالای 4 جوابه. بله. باش که یک سوال 4 جوابه. میگه فدراسیون جهانی فیبا مربوط به کدام رشته ورزشی است؟ بوکس، باسکتبال، بیسبال، بولینگ. میشه دوباره تکرار؟ فدراسیون جهانی فیبا مربوط به کدام رشته ورزشی است؟ بوکس، باسکتبال، بیسبال، بولینگ. بیسبال. بیسبال نیست. بوکس، بوکسینگ، باسکتبال، بولینگ. یکیش. بولینگ. تشکر الهه جان. سلامت باشی، زنده باشی. جواب درست نبود. خب من میخواستم معما بگویم. معمای جایزه دار؟ نه خیلی نه. بگو معما بگو. بگو. آن چیز که همیشه دهنش باز است. چی است؟ آن چیز که همیشه دهنش باز است. آن چیز که همیشه دهانش باز است؟ بله. آن چیز که همیشه دهنش باز است. زیر باز دوستان دیگه جواب بگوین. بله. تشکر. زنده باشی. تشکر. خدا من نگهدار. خداحافظ. خداحافظ. آن چیز که همیشه دهنش باز معمایی بود که چستانه بود که الهه جان گفتن. اگر کس جواب گفته میتونن تماس بگیرن. 077 935 935 شماره تماس برنامه است و باز هم میریم سراغ تماس و میشنویم از شنونده ما. بله سلام علیکم. بله تماستان برقرار است. میتونین صحبت کنین. الو. خب همین دوستم همیشه تماس میگیره، مصرف کردیت خدا میکنه اما گپ نمیزنه. بخیالم که خوشش میاد مردم آزاریه. خیر از ما مصرف نمیشه، مصرف از خودت میشه. بله سلام علیکم. بله سلام. سلام علیکم. مصطفی محمدی. من گفتم که 2 بار تماس نگی. چرا تماس گرفتی؟ خب قطع شد دیگه. کار خب تماست قطع شد؟ بله دیگه میگفت بله چوب شده هیچ هم خب من گفتم خیلی فرار کردی. کار کردو. مصطفی محمدی بگو. نه معمار جواب گفته میتونی؟ آن چیز چی است؟ چیزتون که میوستم ما گفت که میشه دهنش. چی است؟
آن چیز که همیشه دهنش باز است. چی؟ صحیح مصطفی آواز صحیح نمه. شلنگ نیست، شلنگ آب. شلند؟ بله. شلند چی هست؟ اما چی نمیگی؟ شلپاسه که می؟ که داخل چا شلنگ. چلند نیست، یک دولچه است، یک دولچه آب. بله همیه. تو چلند می و ایران منی کوچی است. بله و سیستان دومیش ما هست که ای باد یا توفان. باد؟ بله باد توفان یا باد. صحیح است. باز من میگم به طرف سوال میم که کم مونده سوال برنامه. کدام پیامبر زبان پرندگان را میدانست؟ چرا سر صدا است موبایل؟ بله؟ سلیمان. حضرت سلیمان. برو خداوند نگهدارت باشه. تشکر. بله. خداوند نگهدارت. صحیح است. جواب درست بود. درست بود. بله. خود زنده باش پورتا سلام خود تقدیم اینه. عاجله که سلام ایتما سلام ایتما بالمقال سلام به شما سلام خدا نگهدار. خب دوستای عزیز دیگه تماس گرفتن مصطفی جان نام خدای گپ میزنه که هیچ گپشم فهمیده نمیشه. قاشق قمی صدای خداست که هیچ پرسان نکن. دوستای عزیز این بود برنامه شام خوش که تقدیمتون کردیم. تا فردا شب که بازم در خدمت شما قرار میگیرم. همه شما رو به خداوند یکتا امانت میسپارم. اوقات لحظات خوش داشته باشین و از تمیل سیرت معمایی که گفتم که آن چیز که شنیده میشه اما لمس نمیشه و دیده نمیشه صداست. بله جواب از صداست. مهنادم صدا گفت، مجتبی مشعلم صدا گفت، محبت الله محبتم صدا گفت، زاوش مرگ گفت، مرگ، آقا صاحب هوا و باد گفت، الهه حیدری آزان گفت و مصطفی باد گفت. بله صدا هست. خداوند نگهدارتان باشه تا فردا که بازم در خدمتتان قرار میگیرم. متوجه خودتان باشین. اوقات لحظاتتان خوش.